چی بلا مرگ اینا چی بود؟ گیلک 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 میخندی؟ ما کور کردی میخندی؟ ماما نوروز من اوکاشم من نسوارا رو انداختم. چرا مینداختی نسوارا؟ بزن چند کفکر بهتم رو دندونا تو. انا حالا بیای مدیر میگم بریا. بگو به مدیر چی میگی؟ سال به 12 من خواه اینجا. خوب پاره میکنو خواه. ها؟ ما کار پیش میبرو خواه میشون. وای با تو بدبخت تو چیکار میکنی؟ گپمو میزنی. بیا با آشپزخونه بگو من چون گوشت بده چه کار فلانه. نمیام پیش تو. دیگه چیکار کنی میتونی؟ اخبار یک نرمی گوشتم من ناده. سال بود از جگر بکنده و آخرم نسوارا رو تپید میکنه. من به خواه نمیگذاره. من کارا خوبه کردون. تو با من چی کرداری؟ بخیلی میکنی یک دم میری پیش ازو میری یک دم پیش ازو میری. که خواه اختیار خدا رو خواه. آن با دیگه هم خواه میشون. من کارا خود پیش بردم. اختیار کارا خود داری. من نوکرتونیه که بیارم باش من پیش تو. یا تا اندازه ظرف کاسات رو بشورم. ده که تو یک پیری گوشت بده کمرد نمیشی. با کفکر میزنی روی پیز میزنی. حالا با میگه بیا که ظرفار بشوی. مزدور تو نیو. خود تو بشورد بمر بترقم اینجا بشوی. ایلا مامان نوروز کجاییم شما؟ چه کار میکنی؟ هیچ کدوم شما درک نداری؟ بله مدیر صاحب سلام علیکم ممنون باشین. زنده بشی. سلامت باشین. آخه تو خبر نداری که داماد ما خارج میایه؟ به اینجا گفت؟ بله ها. مدیر صاحب ما اینجا برفتیم با آشپزخونه دیگه وارد کنم امیدم که زنگ زدیم شما. خب بگفتیم. با تو زنگ زدم. گفتیم میمون دارم نگفتیم داماد منه. خود داماد من خارج میایه آخه. شما گفتیم میمون داره من نگفتم. میمون چی فرق میکنه؟ چی از خارج چی از داخل؟ خب میمون میایه با واقچه میایه. گفتیم یک نفر میمون داره. ما مامان نوروز با کجایه؟ مامان نوروز مدیر صاحب اما هر چی که شما برین سعی کنین برید تقسیم کنین خوبه. او در مروار کردم میگم مامان نوروز بخزیم بریم. میگه تو چه گوشتار یک کم میخوری و گوشتار نخوره که چالان و آمدانه. تو برو ده خود بار کن حکمه و آمادگی بگیر حکمه چه کنه که مامان نوروز برو تخت چکار میکنه خوبه یا بیداره. خوبه. سلاطه هم تیار کنی خوب. خوبه. من جمع که من کارگر دارم. مامان نوروز مامان نوروز بله بله رسه به 28 تا برد جمع کن برز ماهش نوشه ماهاش بده. خب سایه یخی پیدا کردیم. بله اینجا بیخار بیاید چه کار کردیم از صبح مونده شدیم؟ چه کار بکردیم؟ کارا که ما بس بردم کارا خوب پیش بردم میگه خلاص کردم. بخی مامان نوروز بله من رای کردم با آشپزخونه گفتم امرو میمون دارم تو برو دیگ ببار کن. او خو امرو نمیرسه دگر روز هم خودی هم معروض شما. کی میگه نه؟ آخه شما مگه مثل دو تا برارم اینجا تیر کنیم ما به خدا و تا این باغچه یک نفر به کار دارم. اما گپش من قبول دارم این 24 ساعت می حساب و شیطانی من میکنه.
یعنی چی گناه دار که من شیطانی میکنم؟ من نمیفهم که شما مقصریم یا او میای از شما میگه، شما میایم از او میگیم. من نمیفهم که همی کارگر کدوم اکه، نفر بیکاره کدوم اکه. کارگر منو، بیکاره اونه. اون کار نمیکنه. من کال شما برای میگو بگیرم این درختار سیب کنه، میگه نمیتونم. من میرو آشپزی خو میکنم. اتنا با آشپزی آوردم یا خودم کمک کنم که کنم. بخیز مامان روز بخیزن که امروز دوماد ما از آلمان میایه، کم تعمی دستپار با همچینی کنیم، اینا رو اینجگاهی تپرتو نکنیم، روی تخت جاری کنیم، همین بلک ملگا زرد که بتا چمنا رخت اینا رو جمع کنیم، کار بکنه که حداقل همین معاشی که به شما میدم همین حلال باشه. چشم. خب باد میرزونه اینو دیگه چیکار کنم؟ باد میرزونه جمع کنیم، آشغال میشه. چیزی که درخت برخ بر روی زمین آشغاله. هم از جمع میگه دفعه سه اونم اینا پاک جاری کردن، شما سه کنی. اصلا به روزی 10 دفعه اینا بریزم اگه جمع کنیم معاش میگیریم. مفته که شما اینجا کار نمیکنید. انا برمیخواد. خب پس شما اینجا بیاردن که ببین زیر می سایه بغلتیم. معاش مفتی دارم، مجبوریم کار کنیم. من نمیفهم کدوم اک شما کار میکنه، کدوم اک شما بیکاره. Morning. بله عباس. بله. اشتانی جان یه رو خب خیریت. برو کجا جا. وا کداره. بفرمایید داماد جو. بله. داماد منه. وا کداره. کی نه؟ داماد به. همین مهمان. ها. بعد کی وا کدی گل. برو که جلو شو. بفرم. یالا. دومانه یه از آلمان آمده این رکورد کرده شما توی تخت جاری کنیم. میمون میامیک بالگاه از یا خیلی میریزه. نه خوش میشه باد بزنه زیبا. گیلک. بیا. بتونه اینا جاری کو. برار مسایی کنیم ما مال به برار شما بگفتم نیم ساعت پیشتر برار شما بیامدم به داخل باغچه آمدم ماما نوروز شما مال وقت خزین برین سعی کنیم بودم من بالا شما بردم بالا سر قرار که دیگه مثل مرغ بری دستا خودم تا بغل خود گرفته قرار همینجا خوبه بگفتم که ماما نوروز اینا همه سعی کنیم اینا همه اینا همه لمشتی اینجا بنداختوندم مورچه زده ای به فکر از اینی خوبه چی کردی تو از او گنده تاری و از تو گنده تاره و خالی یلد خیره و خیسه که میودنی اگست بیا میودنی الوها رسیده که چی شده بود از این الوها سرخ ما این بکنم هر چی هست بیا نشدم کدش برار می برار شما گفتم شما میرم به بازار که اندونه بخورم دوماد ما میآید گفتم میمون داریم از آلمان میآید معرفی کن عباس جون اینا که هست دوماد من از آلمان آماده دوماد شما؟ ها اینا هم؟ بلیامی از آلمان آماده زنده باشین سلامت باشین خوش آمدین چی گپا بیدک با آلمان؟ قرار قراری
سلامت باشی. عباس بله اینا کی نه؟ اینا کس مزدورامونه اینجا با این باغچه کار میکنن، باغچه رو میدم پکری میکنن. یک نفر دیگه هم هسته. نگهبان باغ. 2 نفرم. 2 نفر. این باغچه روش میکنن. این پدرم جلوی که هم برگ ریخته گیله. چاشم آخه مدیر صاحب اینا که ایتونه که ماما نوروز برف نمیکنه. ماما نوروز ما چون بابا کجا خواه خیر او کامری سفیدتر تو بزو کارش تو کار خوب کن. شما یک دقیقه بیاین بریم که با نگم برا شما میدم بیامدم بیاین بریم سکنیم جامعه حتما خواه کار خوب بکن. سک میادونه تو گفتم میادونه بیا. چای بیارم چای برو چای بیار. چای بیار. چای بیار. ای خدا. آره این باغچه گاک مانه دیگه. خب باغچه لوکس تبت میده جا لوکسی برابری. آه. جا تفریجا شما دیگه همین دیگه. ها دیگه اینجا میارم اینجا که دیگه دیدم این باغچه. باشه بریم یک دقیقه سه که این اون روز به کجا خیر سه که راست میگه یا دروغ. همینجا بشین همون بیا. مامان نوروز بخشش باش. خدا بخشه مامان نوروز خیلی شده بریم. بله همین که کمک مونده شد. همین سخت بگذشیم. مامان نوروز همین دوماد ما از آلمان آمده بفهمیده میمونه. بگی لکم افته که چای چیز کنه همین باغچه تا بالا همین تخت بلگاه هم بیخت سه کنیم اینا هم برگرد گفتیم تو بر باغچه کمی تمیز کنیم. ما به گیلک گفتم تخت جاری کنه جاری نکرده. او یک نفر چای دم کنه 2 نفر خیلی یک تمیز کنه که چای برف که چای بیاره. صحیح؟ برف چای بیاره؟ بله. من با میرم جای خیلی تخت پاک میکنم. کم میادونا رسیدی هم بکنیم بیاریم سر تخت. خوبه چشم. ما این شیشته. چشم. انا میرم. اوکی. گیلک. بله کیاره؟ من میرم تو بازار کم شیریخ بیارم بفهمیدی؟ شیریخ میتونی بری شیریخ بیاری؟ شیریخ چیه؟ نمیفهمی تو نه همین دوماد یک چرخ بدیم 4 طرف باغچه خاطر دیگ نه من میرم تو بازار پس میام یک کم شیریخ بیارم. شیریخ خوبه 4 طرف باغچه داره که دیگ نیارم. خوبه برو چای آقا مسترش پیش ببرم. باشه میدی سر تر وا میکنم. نه من ای خدا سر کله تو سیکو 1/2 کیلو وزنینیه یا از آلمان آمده با بخشی خوشوی بیراه 10 دفعه به پیار خود گفتم بابا مرم ببر با آلمان که من میت خوشوی بیراه داشته باشم مندیلی از او کلانتره کدام میدونی چه کاره اونجا خب گیلک جان بله خوشی بیرامو میگفتن تو خوب چاربیتی هایی میخونی بله یا بخونم شما بخونی حقی بفرمایید چای سطح میخوریم یا سیاه یارمی بخون دیگه مدیر صاحبم بیا بالا بله مدیر صاحب بیا آمدم پیش دومات شما نمالم جگای چای میخوریم بیاییم بفرمایید بله اندونه خوبه چاشون دومات شما میگم خوندن بخون بابا چربیتی میخوان نه بخون بخون دیگه بخون بفرمایید مدیر صاحب بشین بشی دیگه آخه میشید برارم از جلو سویت بولد برداری خوبه یک چار بیتی بخون بودتر و برو نون تیار کن آی
ای شبی ای دست و ای جانان ای من دلارام ای شده مانند زندان خانه ای من ای جان محبوب ای به دست خوبم ای دیروا کو الله تسلا شد دل دیوانه من های نازنینو خدا قسمت کنه که تور ببینم آی هرا جان نام تور بالا ببینم تو را زیباتر از دنیا ببینم از من نه دن دو ماد من میدم بابریو باشه و خود خود لگم یک تعارفی که بکو که نمایم بله خودنا گفتم بخوندن خوب خوندی بخونم خوب خوندی بگیر ماشاءالله نام خدا بنده باشه گیلا خیلی به چی شوقیه نام خدا خوب خوندن های هم میکنه امیت چهار بیتی ها میخونه که یاد آدم حال ده دیگه اکادیم میاد مطرمینای هم بلدم بخونم بخون میگو می کارگرا و برنا اینا که دیوال میچینن نون هم ببردی بزنو چوش بهمیه بار کردم خب ببردی یا نه؟ بزنو بهمیه بار کردم اینا نونو بخوردم خب صحیحه خاطر اینا بیچارا گفتیم شوروا تیار که برای داماد ما بزنو شوروا جدا تیار کردم با ما و شما اونو بهمیه خوردم بزنو بهمیه بار صحیحه به مطرمینای بخون از بس که تو آزرد دلم را جگریم کی مشی من مطرن نای نای تتر نای 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 تا تو نبشی دل گلگ رضا نمیشه هزار پیرزال داره این شهر یکی مثل دومات شما نمیشه مطرم نای نای تتر نای 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 از آلمان بیامدی به ما گفتی بخون پنس دیده دی مطرم نای نای تتر نای 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 تا من نباشم دل میمون رضا نمیشه هزار پیرزال داره این شهر ای از آلمان آمده بیتر نمیشه شیرها یاد مبرم یعنی آفرین گیلک جان زنده باشیم خیلی شوقی ما خودمو گیلا خیلی ساعت ما تیره اینجا بیخی خوندن ادیر آدم میشنوه دل آدم باغ و بخچه میشه نه دیم دو ماد دیگه تیاره دیگه شما باشه، پولو خورم باشه. خلاص کردی خیلی میگم کارباره اینجا میچنه خوبه شکر خدا خوبه وقتی دیگه گیلک جان برو نشین دیگه وقتی نشم وقتی برو مامان اولزم پیدا کسا که کجای باغ نونم هم دکو میگم گیلک جان وقتی دیگه برو جو نشم اینجا یک سره وقتی سگو ما اون روز هم کجای برنامه چیز میزی کمبود ندارم خوبه نه برنامه سمی تو ریگ آجور هم دارم سگو یک روی این دنیا هم با برنامه ببره خوبه اونا را تا متر برداری خوبه بغضا به یخچال اینا کجا پیدا کردی؟ این سیل آورده بود یعنی به هم صدقلی هم میخواره که این سیل آورده باشه خیلی تو سادی هست منطقه بچه صاف صادقه بدیدیم هنو مدن سخ بکشی خونه کرده ای درست کرده که بدیم یک پول لگی خیلی میگی تا 10 روپه هم بدیم اندازی 1000 روپه به پیش ارزش داره راستی اینا رشته کنم مال به رئیس چی بگم همه تا شور شده اینا رو مثل که مامان نوروز نمک کرده با بیلا دست زدن نمیشه به خدا بس اینا اشته کنیم با بیلا من بیرون میکنه از اتاق از باغ بیرون میکنه میگم مامان نوروز چرا تو اختیار نداشتی میرفتیم مینداختوندی